هموطنان عزیز و مهربان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. ما امروز آمدیم تا برای اطفال مهربان و قندولی که متاسفانه از آغوش گرم خانواده به دور هستند و در حسرت آغوش پدر و مادر هستند. ما رفتیم دیدیم، واقعا خیلی خسته شدیم و خیلی جای خستگی است که هنوز اطفال وجود داره که از آغوش گرم پدر و مادر به دور هستند. امروز آمدیم تا براشان یک تعداد مواد بهداشتی و یگان چیزهای دیگه خریداری کنیم ببریم، حداقل براشان احساس همدلی و احساس مهربانی را بدیم. هموطنان عزیز و مهربان، آمدیم اینجا وسایلی که این برادر ما داشتن در دکانشان رو برشان فرمایش دادیم، میریم تا برای اطفال نازنین لباس‌های گرم خوبم بگیریم. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ عافیت دارین؟ زنده باشین، بخیر باشین. ما لباس کار داریم برای اطفال، بسیار لباس‌های خوب، جنس خوب باشه. برای ما یک چند تا رو نشان بده که ببینید. کافیت کنم بلاس خوشم خوبش هست. اینو یگان شپای دیگه هم داری؟ این شپا مطلب باز شپا ضعیفتر است، این شپا خوبتر است. این اجا چند دوره کار باشه در گدام است. باز دیگه شپا داریم. ما در حدود 60 دانه کار داریم. هر رنگش کافیت هم بلاس بسیار خوب. چند دانه کار باشه ما در خدمت. اطفال نازنین میبریم، یک چیز ببریم که خوششون ده، خوش شوند. با کیفیت هم چیزای خوبش هستن. نوام برآمده، دیزاینش هم دیزاین. خب بسیار خوب. خیلی از اینمی بر ما در سایزهای مختلف بر ما بگذار. این داره چند دانه کار باشه میشه. بسیار خوب، بسیار. انشالله که فرمایش ما تیار است. سودای ما. خب امی است. زنده باشی، بسیار زیاد تشکر. انشالله کل چیز تنظیم شده، چیزی خو نمانده. خب چقدر شد؟ 18120. مرات خو انشالله مد نظر گرفتی دیگه. بله مراتون کردم. زنده باشی. تشکر. برادر عزیز، اینم پول شما. بسیار زیاد تشکر. زنده باشی، انشالله که در اجر و ثوابش خودت هم شریک باشی. انشالله. قربانت. بخیر. وسایل بهداشتی که برای اطفال نازنینی که قرار است ببریم گرفتیم، میبریم تا ای که لبخندی از اونا یک دنیایی از اجر و ثواب است. هموطنان عزیز، تونستیم برای اطفال نازنین و مهربان یک پکیج مکمل بهداشتی تنظیم کنیم و در کنار از او برشان قرطاس اباب، کتابچه و قلم و پنسل گرفتیم و همچنین لباس و چادر هم گرفتیم. انشالله که بتونیم این زود تنظیم کنیم و برای اطفال نازنین ببریم که منتظر هستن. هموطنان عزیز، پکیج لوازم بهداشتی را خلاص کردیم و حال بخیر لباس و همچنان قرطاس اباب که کتابچه است، قلم است، پنسل است، پنسل پاک است، پنسل تراش را برشان گرفتیم، پکیج کرده رایستیم. اینم بخیر انشالله که خلاص میشه. وسایل بهداشتی، پکیج بهداشتی را تنظیم میکنیم و بعد برای اطفال نازنین قرار است که توزیع شود. هموطنان عزیز، برای اطفال نازنین لباس هم گرفتیم و قرطاس اباب که قلم است، پنسل است، کتابچه است و جراب و پنسل پاک است. برشان یک پکیج علایده کردیم.
کوشش کردیم که چادرهای بسیار خوب نرم بگیریم، چون اطفال هستن اگر رو دست خودم رو پاک کنن اذیتشان نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز و برادران گرامی، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. اطفال یتیم از جمله نیازمندترین قشر جامعه هستند و نیاز به دستگیری و محبت ویژه دارند. دین اسلام هم به دستگیری به یتیمان بارها تاکید کرده است و اطفال یتیم را امانت الهی بالای بندگان پروردگار دانسته است. امروز ما آمدیم احوال اطفال نازنین و معصومی را بگیریم که متاسفانه از آغوش گرم خانواده و از آغوش گرم پدر و مادر بدور هستند. اطفال نازنین و خردسندی که در پرورشگاه زندگی میکنند، ما امروز آمدیم احوالشان را بگیریم و حس همدلی و حس امنیت برشان بدیم و این را برشان بگیم که شما تنها نیستین، ما و خواهران و برادران شما در کنارتان هستیم و خواهیم بود و همیشه هستیم. امروز آمدیم برشان تحفه آوردیم و همچنان برشان آوردیم وسایل بهداشتی، لباس، چادر که برشان انشالله تسلیم میکنیم. خیلی بین در آغاز برشان چادر را تسلیم کنیم. سلام علیکم. ای ماشاءالله ماشاءالله، اینه براتون چادر آوردیم. ماشاءالله ماشاءالله، آفرین. به چقدر مقبول میگه برای تو دختری چادر. ای آفرین، میگه آفرین خواره قری، آفرین آفرین آفرین. من نکیم جان. السلام علیکم. چطور هستی قند کاکا؟ خوب هستی؟ چطور هستی؟ نام چی؟ زینب جان. زینب جان چند سال است؟ 8 ساله. ای ماشاءالله. خانیتون کجاست؟ خب توی جو می باشی؟ پدر جون و مادر جانت کجاست؟ پدرم مرده، مادرم آفرین آفرین آفرین. آفرین. اینه برای چادر آوردیم. خب آفرین قنده کاکا. اینه چادر یه خوهرم سفید بود، سفید باز در سرش چادر سفید دیگه براش آوردیم. سایز رنگش خوبشه؟ نام چیست قنده کاکا؟ سیدما. چی؟ سیدما. سیدما. ای ماشاءالله، طفل معصوم و مهربانه که متاسفانه از نعمت داشتن پدر محروم است و این شب روز خود در پرورشگاه دور است آغوش گرم خانواده است. ای ماشاءالله. سلام علیکم. با چطور هستی؟ خوب هستی؟ نام چیست؟ سیما. سلیمه جان. آفرین. چند سال هستی خوبه؟ 8. 8 ساله. پدر جانت کجاست؟ مرده. فوت کرده؟ ما کتت هستیم. خب خواهرایت هم رایت است، برادرایت هم رایت است. هیچ وقت احساس تنهایی نکنی. خب جان خوبه؟ آفرین خوبه. آفرین. شما ببینید که اطفال نازنین، اطفالی که هنوز دست راست و چپ خود نمیشناسند و متاسفانه که دور از آغوش گرم پدر و مادر است و بیشتری از اطفال متاسفانه که پدرهای خود از دست دادند و از جبر روزگار که توانایی مادرشان است، توانایی تامین نیازهای از اینا را نداره، اینا را فرستاده برای پرورشگاه تا یکی از یا تریج و نگهداری شود و بسیار جای خستگی است. ما بسیار خسته شدیم که امروز آمدیم یا را دیدیم و امروز
اقلا تانستیم در حد دستگیری برای از اینا داشته باشیم که لباس بیاریم، چادر برشان بریم و یک حس امنیت و حس همدلی برشان بدیم. پس بیاین دست به دست هم بدیم، از این اطفال نازنین، از این اطفال مهربان و خردسالی که در این پرورشگاه زندگی میکنن، شب و روز خود سپری میکنن، بیاین دستگیری کنیم. و این خالی از اجر و ثواب نیست. اسمی که پیغمبر بزرگ اسلام فرموده اگر کسی از بحر خدا دست بر سر یتیم میکشه و به اندازه موهای سر و یتیم که در دست و فرد اصابت میکنه، الله برای از او اجر و ثواب و پاداش نوشته میکنه. و دستگیری، همدلی، همدردی با اطفال یتیم خالی از اجر و ثواب نیست. بیار یتیم نجوری. این خوبه. ماشاءالله. اینه براتون شامپو آوردیم، صابون آوردیم، کریم، برس دندان، روغن، جامپاک. با میگی؟ آفرین آفرین. اینه همراه ازی دندانک هایتون باز برس کنین. خب آفرین. شب دندانک های خود برس کنین، مویک هایتون شانه کنین. دخترها برای کلتون رسید؟ بله. خب لباس کرتاسیه خو مانده، یاد ما رفته. همکارا را می چیز نگفتن. بیاین کیرم براتون توضیح کنیم. خیلی لباس هم گرفتیم براتون، کرتاسیه هم گرفتیم. خب اینا کتابچه گرفتیم، قلم گرفتیم، پنسل گرفتیم، پنسل تراش، پنسل پاک. باز نوشته کنین. دیگه آفرین. اینا آن جراب هم داره. خب آفرین آفرین کنده کافا. اینه خوبه. برای کلتان رسید؟ بله. آفرین. اینه براتون همچنان سطل، تشت کالاشویی، آفتابه و همچنان جارو به ما آوردیم که باز بخیر لباس هایتان مسئول مربوطش بوشیه. درست است؟ بله. آفرین. یک مژده دیگه هم دارم براتون. خداوند شما را خو مریض نکنه و همیشه صحتمند داشته باشه. و بعد از این اگر خدای ناخواسته مریض شدین، شما کلتان از طرف بنیاد خیریه امید حیات بیمه سی هستین. فهمیدین؟ چی هستین؟ بیمه سی هستین. ما برای کی کارت بتم؟ اول نمره کی هست اینجا؟ خودت هستی؟ آفرین. باش خیلی که ما بیم اینا برای اول نمره تان کلتان خو اول نمره هستین. برای این کارت میتون. فهمیدین؟ این رایلا جان برای خودت کارت تسلیم کردم. ماشاءالله دختر لایق هستی. در آینده میخوای چی شوی؟ آینده میخوام دکتر شوی. انشالله که با آرزوهایت برسی، انشالله که با آرزویت میرسی. دختر توانمند هستی، لایق هستی. من پدر و مادر ندارم، نمیخوام که با آرزوهایم برسم و سرپرست ندارم که دستی مرا بگیره مرا با آرزوهایم برسانه. و دیگه تشکر میکنیم از بنیاد خیریه امید حیات که به ما لباس و دیگه کتابچه، کرتاسیه به ما هر وسایل رو آورده و بسیار تشکر میکنیم. بسیار زیاد تشکر. از خدا. زنده باشی. ما در کنارت هستیم. خواهرها و برادرایت در کنارت هستن. انشالله که با آرزویت میرسیم. ما همکاری میکنیم، خواهرها و برادرایت همکاری میکنن تا اینکه خدا در آینده یک دکتر خوب و ورزیده شوی. رایلا جان خوب است که یک تشکری داشته باشیم، قدردانی داشته باشیم از اوی از برادرها و خواهرای ما که لطف کردن، مهربانی کردن، همکاری کردن. صحیح است؟ بسیار زیاد تشکر از خواهرها و برادرای عزیز ما که لطف کردن، مهربانی کردن، مساعدت کردن و دست این اطفال نیازمند و بی سرپرست گرفتن. جا داره که ما یک یادآور شوم. خواهر مهربانمان مژگان از آمریکا مبلغ 11700 افغانی. آریانا جان عارفی 9 ساله، همسن سال خودتان. آریانا جان 9 ساله از آمریکا مبلغ 6831 افغانی.
برادر عزیز ما فرید رحمانی از آمریکا مبلغ 7800 افغانی، برادر مهربانمان اجمل بارکزی از آمریکا مبلغ 13790 افغانی که مجموعاً 40121 افغانی مجموعی پول میشه. ما اختصاص دادیم برای اطفال بی سرپرست و اطفال یتیمی که در این پرورشگاه زندگی میکنن، برایشان لباس، وسایل بهداشتی و دیگه وسایلی که نیاز داشتن آوردیم. انشالله که دوباره دست به دست هم میتیم، باز دست به دست هم میتیم، تلاش میکنیم و میاییم دست نوازش و احساس همدلی را برای اطفال نازنین و اطفال یتیمی پرورشگاه یکی میکنیم. انشالله باز احوالتان میگیریم، باز میاییم. درست است؟ برای ما اجازه است؟ رفتیم. الله نگهدارتون. الله نگهدار شما. خداحافظتان.